و ما من امرأة تطلب رضا زوجها فی رمضان، و کدام زنی که این سنش متعلق به مادرها دارد، به خواهرها دارد، کدام عورتی که کدام زنی که در ماه شریف رمضان شوهرش خشنود بسازد. شوهر خشنود ساختن چی است؟ بر وقت پیش از شام طعام تیار کنه، باید زن دسترخوان کشاده کنه، در بالای دسترخوان همه نعمتها را تیار کنه، همه دختر و پسرش در سر دسترخوان جمع شود، شوهرش قطیر انتظار بیستند تا وقت شکویدن روزه. خداوند جل جلاله در این حال به فرشتگانش خطاب میکرده است که ای فرشته های من، وقتی که آدم خدا گفت خلق کنم، فرشته ها راضی نبودن، گفتن خلقش نکن، این خونی بناحق میریزه، این زنا میکنه، این گناه میکنه. خدا میگه ای فرشته ها نگاه کنید، همه نعمت ها در پیش بنده من تیار، اما به خاطر من از سحر تا بیگاه گرسنه ایستادگی، تشنه ایستادگی، به خاطر من از این نعمت ها استفاده نمیکند. نگاه کنید، خداوند به فرشته ها امر میکرده است در همون حالتی که همه ناز و نعمت تیار باشد، بنده اهل خانواده عائله دستها بردارن دعا کنن، هر دعایی که کنن صادقانه باشد، خداوند جل جلاله دعای اونها را قبول میکنه. این هم یک نعمت برای ما و شما هست. رسول خدا گفت کدام زنی که طلب کند رضای زوجش را در رمضان، الا ولها ثواب مریم و آسیه، خداوند به او زن ثواب مریمه مادر عیسی علیه السلام را عطا میکند. که مریمه مادر عیسی مرتبه این بومی که تا کجا هست. کدام زنی که در ماه شریف رمضان به شوهرش خدمت کنه، البته که به هر یک اون زنی که طعام تیار میکنه یا که از نصف شب میخیزد چای طعام تیار میکنه، هر یک قدم حرکت دست پای جنبیدگی اون مادر ده خدا اجر ثواب عطا میکنه، گناههای او را بخشیده میگرداند. خصوصا زنها و مادرها آگاه باشند، نصف شب خیز به خاطر بیاره که به خاطر خدا میخیزد، طعام تیار کند، دسترخوان کشاده کند، بعدا شوهر و دختر و پسرش بیدار کند و نزد طعام حاضر شوند. هر یک لقمه ای که میگیرن از اون آب و نان او ثواب اجر ثواب به او زن میرسد. هر یک حرکتی کردگی دست پای او زنده خدا گناهی او را میبخشد، ثواب در نامه اعمالش درج میسازد برای اون مادری که رضای شوهرش بجوید. و آسیه، ثواب مریم و ثواب آسیه را خدا برای او زن عطا میکند.